دوستان عزیز در خدمتتون هستیم با سرفیس پرو 5. این سری با سری متفاوتش، سری سیم کارت خورش، یعنی LTDش فعال هست و میتونین استفاده کنین، استفاده کاربری دانشجویی و حالا کارهایی که به اینترنت دسترسی نداریم میتونین از سیم کارتش استفاده کنین. و سری نسل پردازندش i5 نسل 7، رم 8 256 SSD M2